المسألة الخامسة، مسئله پنجم، شروط وجوب الصيام رمضان. شرط های فرض شدن روزه رمضان. بدونید که روزه رمضان بر کسی فرض می شود که این شرط ها را داشته باشد. بر آن کسان روزه ماه رمضان فرض می گردد که اگر این شرط ها در او دیده شود. یکم اسلام بر کافر که دیگر از کافر که دیگر پذیرفته نمی شود و روزه او درست نمی گردد، درست نمی شود، زیرا که روزه یک عبادت است و عبادت از کافر قبول نمی گردد مگر اینکه بعد اسلام آوردنش. اگر که کافر اسلام آورد دیگر برای او روزه قضایی نیست. دوم، بلاغت به بلاغت رسیدن. بر کسی که به سن تکلیف نرسیده است بر او روزه فرض نیست، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند رفع القلم عن ثلاثه. قلم یعنی تکلف بودن، یکی گناه و معصیت و ثواب و نیکو نوشته کردن، بر 3 نفر برداشته شده است. یکی از آنها کسی که نابالغ است، به بلاغت رسیدگی است. روایت احمد و ابی داود و البانی این را در اروا در تحت رقم 297 درست شمردند که از جمله اینها کودک است. کودک تا وقتی که به بلاغت برسد. اما اگر کودک که به سن بلاغت نرسیده است، به سن تمییز رسیده است، روزه بگیرد، روزه اش درست میگردد و صحیح میگردد و بر والدینش باید او را بر روزه گرفتن عادت بکنانند از سن 7 سالگی تا آن کودک عادت کند. سوم، عقل. بر شخص دیوانه که روزه فرض نیست، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و فرمودند رفع القلم عن ثلاثه. قلم از 3 نفر انسان برداشته شده است. یکی از آنها شخصی که مجنون است، دیوانه است، تا آن دمی که به هوش بیاید. و دیگر سلامتی، کسی که بیمار است نمیتواند روزه بدارد، روزه بر او فرض نیست. اگر روزه گیرد روزهش درست است، زیرا الله سبحانه و تعالی فرموده است و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. هر کسی که بیمار یا در سفر باشد پس روزهای چند روز دیگر رو روزه بدارد بعد رمضان. یعنی سوره بقره آیه 185. اگر بیماری برطرف شونده باشد یا که بیماری که توانایی روزه گرفتن دارد پس روزه بدارد. و همچنین اگر بیماری برطرف شونده باشد، بیماری که وای صحت شونده باشد، بعد رمضان قضای آن را می‌دارد، ترک نمی‌کند. و مقیم بودن، یعنی که در سفر نبودن، اگر شخص مسافر باشد بر او فرض نیست، زیرا الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. اگر مسافر روزه گیرد روزه اش درست می‌شود، ولیکن در سفر برای وی واجب نیست، سپس قضا می‌دارد البته که. و قسمت دیگر، پاک بودن از حالت حیض و نفاس. بر زنی که در حالت حیض قرار دارد یا که در حالت نفاس قرار دارد بر او روزه فرض نیست، بلکه روزه گرفتن بر او حرام است، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الیس اذا حاضت لم تصلی و لم تصم. آیا وقتی که زن حیض می شود نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد؟ فذلک من نقصان دینها. بله، این از کم بودن دینش است. روایت بخاری تحت رقم 304. اما قضا بر او واجب میگردد بعد رمضان، چنانکه عایشه رضی الله عنها گفتند کان یصیبنا ذلک. میگه این حالت بر بالای سر ما می اومد، حالت حیض شدن. فنؤمر بقضاء الصوم. پس ما امر میشدیم با قضا، با روزه داشتن روزه. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. و با قضا داشتن نماز امر نمیشدیم. روایت مسلم تحت رقم 335. بارک الله فیکم.